در یک جا کار میکردیم میگفتن که چی خیلی الکترونیکی 25 تا 30 تای یک نیم ماه کار کردیم بعد یک نیم ماه دیدیم که یگان تاش نیستن بعد یگان زنگش میزنن نه نمراشون کار میکنن نه خودشونن. این چی کار بود؟ استرویکا. این باری اول بود یا همین یا باری اول یک بار دمی یک تاجیک فریب خوردیم دیگر راسی گپ بای خفای کارم نگشتم. بسیار اسلام همین چیزا عقیبا نمیفهمن همین چیزا را بسیار برادرها را چی میکنن فریب میکنن فایرود میکنن حتی پلوشون رو میگیرن دکمنشون تو غروی میکنن همین کیداتشون میکنن. بسیار همشهری خودمون هم هستن و بسیارتر با ارمیانو هستن بسیارتر 80% ارمیانویان همین خلق خودمون فریب میکنن. در کدام ساحه بسیارتر؟ ساختمان و خوردگیم در این حالت نه که با ضرب زوری گرفتگیم نه با ضرب یک خدا والا علم یکم 3 ماه پیش بود یکم دم 110,000 بود کار فریدم نمیشه با ضرب زوری گرفتیم برآمدیم آمدیم. ما همین کوارتیر زنیمت میکنیم بعضیش هستن مثال آدم خودش زریسته چه دگاور میکنه برادر بعضیش هستن مثال فریب میکنن بعضیش هستن پول میتین مثال کوارتیر را میگیرن 400,000 300,000 میتین کوریگرو را مثال 200,000 150,000 به انصافش هم هست که بچه‌ای که کار میتین تا مثال میتینه دمو چند کی دگاور کردن همون پول میتینه در خود زویسید میکنن ده همین میونارو کی هستن اونو توجیکو هستن یا توجیکو هستن انا آذربایجانو هستن هر خیلی ملت هستن چچن هست داغستان هست ما چند بار کار کردیم ما بسیاری وقت قتی سوی بخونه کار میکنم بعضی وقتا قتی پسرت میگن که بسیاری وقت فریبگرن روستیگا حق خورن خودتون فریب کردگی هستن بوری ما هم وقت اول اومدگی 2002 یا 2 بار فریب کردگیم یا 3 بار و خوردگیم ده خیلی مثال همین نیمی پول گرفتگیم با پول گرفتگیم انا بعد دیگر وقتا دگاور کردگیم الحمدلله گرفتگیم پول رو من شخصا یگون بار مثال نشدستم خیلی که پول من تنه نک شنیدگی میبینم مثال که هستن بچه‌ای که همین کار مثال تنقیسی میکشن مراجعت میکنن با پاسولس و با سفارتخانه و یا یاردم میکنن گاه وقت یاردم کرده شون میتونن این خیلی که نصیب تقدیرشون میبره هر کس دیده و دانسته باید کار کنه باقی خیلی مثال آدم اگر نشناسی ندانی کار کردن شرط و ضروره خب بهترش که بیکار بگر یک مونیما و خاطی آدم کار کی مثال که مؤمن و مسلمان باشه و خدا ترس باشه که پول تبته خیلی زیادن در این فریبگرا در این شهر مسکو تنبال بسیارن مردم مثلا حساب همین افیسر کار نمیکنن برای همین بسیار فریب میخورن یعنی رسمی کار نمیکنن برای اینکه فریبشون برای همین مثلا همین مسئله بیس پتنت کار میکنن یا که مثلا همون دوگوارهایی که هستن مثلا قلبکی هستن بسیارتر ناخوانده مثلا پادپیس میکنن برای همین مثلا فریبشون میکنن بعد کار ما در یک کارخانه مثلا کار کردیم دوگوار مثلا نویسگی بود 7,400 لیکن ماه اخیر 2 ماه اخیر پولم نداد مثلا هیچ جا دعوا کردن هم نتونستیم دعوا کردیم گفتیم مثلا در دوگوارو نویسگی بود که 7,000 از این زیاد ما دیگه پول گرفتن نمیتونیم سایه ساختمان کار کردیم کاردیانده ویش اروس رو بروش اکو چند پول فریب دادم چند پول بود تقریبا 100,000 هست شکتور کردگی ما یکون تینا نگفتیم اینا اولم گریخته گجا زنگ بزنیم نمرمو نوی بردارد اینو با مراجعت کردیم اینو پولی بانک اول گفته میتیم باید پول هم گفته میتیم گفتن یکون تینا دستمون نغلطی دینا زده و خودمون هم عیب کردستان شرطنامه اکر نبستن نه هم خاک میگه کار کنی همین کار کن پول تا میگیری گفته ما فریم میکند دیگه وقتی کار کردی دیگه پول تا نمیتیاد چوکی نمی این خیلی